بله من خو میگم که نعمت الله، شکر الله را میکشیم که باز رجوع به سوی قرآن و حدیث کردیم. من خودم در عمر خود از این که در بزرگ نعمت دیگه ندارم در زندگی خود، که الله ما را آشنا با قرآن ساخت، با حدیث پیغمبر ساخت، که ما فهمیدیم طرز زندگی خدا که ما مؤمن هستیم، چه قسم مؤمن هستیم. واتقوا الله واعلموا، بترسی از الله. احکام خدا که الله بیان میکنه، نمیگه که جریمه میشه، نمیگه که زندانی میشه، نمیگه که پیردار براتان مقرر است، بس میگه واتقوا الله، از الله بترسی. و اللهی که یک لحظه و عقیده و حرکتت از الله بیرون نیست، الله محاسبه میکنه قطر. اعضای خودت سری خودت جاسوس، دو ملکی که نوشته میکنه بر علاوه از او اعضای خودت جاسوس، الله تبارک و تعالی ما اعمال ثبت کرده رویست. چطور خلاص میشی تو؟ کدام طرف میری؟ او علمو، سعی که طور نگو که از پیشم کسی آگاه نداره. خیر است دختره که مظلوم عین از فراد توی کده ای، پدر و مادرش اینجا نیست، قومش اینجا نیست، هر روز تو لطو کده رویستی، یا امینجا از خامو پدر و مادر ضعیف است، تو از خاندان قویستی، زورش در تو نمیرسه، بدماش خدا جور کده، زن هر روز لطو کرده رویستی، هر روز زیر شکنجه کرده رویستی. الله برات میگه وعلمو، یقین کنی که ان الله بكل شیء علیم، الله به هر چیز علم داره. یک نقطه حرکتی تو از الله بیرون نیسته، علم الله خواسته. کدام طرف میری؟ از الله چطور خلاص میشی؟ قرآن چطور منع ظلم میکنه؟ یقینا ما که میگیم اگر الله را بشناسیم که الله علیم است، بس کی است که دست در دزدی دراز کنه؟ هیچ کسی نیست موبایل کسی را گرفته میتونم. خیر است که آدم خودش خبر نیست، آدم ساده است، اینو ما میگیرم در جیب خود پت میکنم، اما الله میبینه، الله میبینه. جلوگیری از همه جنایت توسط عقیده میشه. عقیده به صفات الله، صفات الله را آدم بشناسه. الله چی صفت داره؟ الله ذو انتقام است، به الله قسم ذو انتقام است. مظلوم همینطور باقی نمیمانه. صحیح است که ظالم زیاد ظلم میکنه، اما روز فرا میرسه که الله انتقام میگیره. الله قهار است، الله شدید العقاب است، الله شدید العذاب است، الله سریع الحساب است. قطعی تو محاسبه میکنه. تو یقین داری یا نه؟ به صفات الله عقیده داری یا نه؟ علمای ما کار نکده، در ذهن مردم، در قلب مردم صفات الله جا نگرفته، مفهوم صفات الله را مردم نمیدانه، از او خاطر جنایات و گناه میکنه. پیغمبر کار نکرد سری صحابه کار کرد 13 سال، فقط عقیده توحید در قلبشان جا داد که الله کدام ذات است. بعد از او دیگه صحابی کدام صحابی بود که اینجا عروسیش است، شب اول عروسیش است، وقتی آواز جهاد میشه دیگه وجدانش اجازه نمیده که در پهلوی زن خود خواب بکنه، او میره در حالت جنابت شهید میشه. هستیم ما برای جهاد رفتن بهانه کرده رویستیم، ایله ها جور میکنیم که جهادی تو رسید به الله چی ایله میکنیم؟ چرا؟ پیغمبر تربیه کرد صحابه را، ایمان در قلبشان جا داد، فهمیدن که ایمان چی مطلب داره، از ما چی مطالبه داره. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. توسط چی ایمان جا بجا شد؟ قرآن. پیغمبر قرآن بار بار میگفت، صحابی میگه ما از 10 آیت پیش نمیرفتیم تا وقتی که 10 آیت حفظ میکردیم، معنایش میفهمیدیم، عمل سرش میکردیم، بعد از 10 آیت دیگه پیش میرفتیم. بعد از ابن عمر رضی الله عنهما 8 سال سوره بقره را تفسیر کرده خوانده، خود عمر رضی الله عنه 12 سال. ما تو در یک رمضان در صبح 2.5 ساعت وقتی خود در کتاب الله نمیدیم در کل عمر. تو چطور مسلمان خدا میگی و چه قسم میگی دعوا میکنی که من مؤمن هستم، کل مسائل دین میفهمم؟ ایرا بگذار. وقتی که میگی در قرآن بیا میگه چیزی که پدرایتان کرده، ملای بدبختی ما سر منبر مردم توصیه میکنه، میگه نه همون عقیده که پدرایتان داشت دیگه فکرتان باشه که گروه های نو پیدا شده. گروه نو در طرف چی دعوت داده؟ طرف یهودیت و نصرانیت، یا کتاب الله را باز کرده کتاب الله را برات میخونه؟ الله تو چطور جواب الله داری؟ قرآن بگی و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. دیگه قسم ظلم. بعضی اوقات برادرها، پدر، خیل و خانواده و اقارب وقتی که کسی زنی خود طلاق میده، این یک طلاق داد، عدت هم تکمیل شد، زن رفت در خانه پدر، در خانه بیادر. حالی بعضی اوقات بیادر و پدر احساساتی میشه، غیرت میپیچانشه، غیرت جاهلی. امو شوهر پس مطالبه نکاح را داره، امی زنم رضایت داره که باز قطع از اون نکاح بکنه. نه، یک دفعه طلاق داده دیگه نخواد که دست سرش پرتی، قسم میخوره. این مسائل در مسئله پشتونای ما خیلی زیاد است، ننگ بیجایی را میگه.
قرآن کریم چه نکته جالبه میگه برای ما، نکته که بالکل وجدان انسان قناعت بکنه. قرآن میگه اذا طلقتم النساء، وقتی که طلاق داده زنا را، فبلغنا رسیدن اجلهن، دمو میعاد مقررشان که پوره شدن عدتشان است، فلا تعدلوهن، شما منع نکنی زنا را، اینکحن، که نکاح بکنه، ازواجهن، با مو شوهرای اول که یار طلاق داده، یک طلاق داده حالی پس عدت تکمیل شد جدا شد، حالی باز توسط تجدید نکاح امیزن قطعی و شوهر درست است، شوهرم پشیمان شده، زنم پشیمان شده، هر دو پس راضی است که زندگی خود دوباره آغاز کنه، تو مانع میشی نمیمانم شه، اول مرتبه چی کرد که حالی بکنه، ما قطعا نمیمانم. او اکثر مردم خب اول به خاطری نمیده که یک جای دیگه بفروشش دور، پیسه زیاد سرش بگیره. شما باور بالله بکنید در مناطق ما فقط فروختن است، مال کس همینطور نمیفروشه، نعوذ بالله. یک آدم مرکبی خود که میفروشه میگه در جای میفروشم که سبا روز در خاکشی یک روز بیارم از پیشش طلب بکنم، گوی خود در جای میفروشه میگه دیگر روز قلبه سرش بکنم، خود دختری خود پشتش نمیگرده که در کدام جای سنگ پلخمان است، فقط پیسه زیاد بگیره. امروز در افغانستان اینی عنعنه رواج است، باز خود مسلمان هم میگیره، تکبیر اولا را گفته رایسته. حج کردیم من این بسیار نمازا را میخوانم، تو در حق اولادت چی کردی؟ با بچه خانه بده، جای بده، زن بگی، مال و دارایی همه چیز مصرف کو، دختری تا مال جور کو، حتی رعایت خواسته خودش هم در نظر نگیری، از پیشش سوال هم نکنی که تو خوشداری یا نه، من تو را در کجا میدم. ببینی این ظلم نیست؟ باز در روز جنازهش تو بدبخت که میموری 5 ساعت 10 ساعت یک شو برای آمدن دختری جنازه بدبختی تو معطل است، و طور دختر باید اینطور جنازه پدر تف کنه، ایج نبیا، چرا که پدر نبود، این خود دشمن بود، چرا دخترش در فلان جای است برسه، باز بعد از اون را دفن میکنی. اینی حالت ماست. این باز خود مسلمان میگه، اسلام خیره نمیگه، اسلام تنها نماز نیست. قرآن یک دفعه بخون که الله برات چی میگه، زن و شوهر با هم موافقه داره، پس تو مانع نشو. چرا مانع نشو؟ اذا تراضوا بینهم بالمعروف، وقتی که رضامند باشه هر دو زن و شوهر در بین خود بالمعروف، به طریقی که پسندیده است در بین شریعت، پس حقوق ادا کرده میتونه، حالی پشیمان شده در سر خود خورده هر دو، حالی باز زندگی خود یقینا به طور درست موافق شرع شروع میکنه، حالی حقوق تلفی نمیشه. چرا؟ ذالک یوعظ به، ای حکم که تیر شد نتیجه لازمی ایمان است، ایمان تقاضای نمیره میکنه. ذالک یوعظ به، ای حکمی است که وعظ کرده میشه به ای حکم، من کان منکم، کسی که است از جمع شما، یؤمن بالله، که عقیده به الله داره، و الیوم الاخر، بر روز آخرت داره، ای حکم نتیجه لازمی ایمان است. ایمان تقاضا میکنه که همی زن و شوهر باز قطعی خود نکاح بکنه. چرا؟ ذالکم ازکی لکم، اینمی حکم که پس همی زن قطعی شوهر نکاح بکنه خیلی پاکیزه است لکم، برای شما از بدنامی. چرا؟ به خاطری که رازای زن و شوهر یکی با دیگه معلومات داره، خوی خاصیت معلوم است، شده میتونه فرفته شوند، نعوذ بالله بگریزن، کاری بد انجام بده. چرا؟ یا خو از رازهای یکی دیگه آگاهی داره. اگر تو مانع میشی، مانع شدن تو سبب میشه که یا راه دیگری را انتخاب بکنه، باز دو وقت نامبدی برات میاد، قوم یک دم رسوا. و اطهر، خیلی پاکیزه است برای از این اردو، این اردو هم از بدکاری من نمیشه، از راه شرعی باز زندگی خود آغاز میکنه. وجدان تو را قناعت میده قرآن، نکو همین زن و شوهر است، رازای یکی دیگه خود معلوم دار است. والله یعلم. چرا علی عقل خود نجنگانی در مسائلی که الله حکم میکنه؟ تو مهارت نداری، تو معلومات نداری، اسرار و فلسفه هر مسئله بری تو واضح نمیشه، ریشه هر مسئله بری تو نمایان نمیشه. ریشه ها را، اسرار و فلسفه را کی میدانه؟ الله علیم میدانه. به یک موضوع والله یعلم، الله میدانه تمامی مسائل. به عبادت شما الله عالم است، به حکمی که الله فرمان میده الله عالم است که چقدر مصلحت‌ها دو نهفته شده. و انتم لا تعلمون، شما نمیدانی. شما خو شیطان تو را بالا کرده که ندیشه یک دفعه چی کرد که علی دوم دفعه بدیم، لیکن الله میگه که دی مصلحت است، بگذارشه.
حال هر دویشان در سر خورده پس خدا جور میکنه. والوالدات مادرای یرضعن شیر بده اولادهن اولاد خدا حولین 2 سال کاملین مکمل لمن اراد برای کسی که اراده داره یتم الرضاعه که او تمام کنه شیر دادن. کسی که نیت و اراده شیر دادن کامل داره 2 سال باید شیر بده، بعد از 2 سال شیر داده نمیشه. مسئله موضوع طلاق ذکر شد. الله تبارک و تعالی میگه مسئله طلاق تنها یک بعد نداره، یک جنبه نداره. طلاق جنبه های متنوع داره. یکی از جمله جنبه هایی که در اونجا کسی دیگه متضرر میشه او کیست؟ اولاد است. نشوه نزاعی فی ما بین زن و شوهر صدمه برای اولاد وارد کنه، به تربیه اولاد بکنه، به روح سالم اولاد بکنه، به دماغ سالم اولاد بکنه. اینم در نظر بگی. بسا اوقات امو ظلم شوهر در نظر بگی خیر است، حوصله کو، لیکن اولاد در نظر بگی. بسا اوقات امو کجروی و بدروزگاری زن تو حوصله کو شوهر، اولاد در نظر بگی که اولاد در کی میمانه. این به سرنوشت میشه، این حالت دماغیش خراب میشه. اولاد به مادر زندگی نمیتونه. مادر که هر قدر بد باشه بازم چی است؟ به اولاد مادر است. به اولاد مادر است. این بخشا را تو در نظر بگی. طلاق دادن گپ عادی نیست که یکی دوی سه برو بخیر. نه، اینجا بیبی که اینجا اولاد است. این اولاد نیاز داره به کی؟ به او مادری که یارا شفقت تعلیم میده، مرحمت میکنه، کورشم جارشم برش میگه. تو زن دیگه بیاری بازی اولادی تا کورشم جارشم میگه. پدر امام یتیم باقی مانده. کسی که یتیمی سرش تیر شده و مادر شوهر گرفته و این درد میفهمه که در خانه بیگانه در پیش مادر خود بره، مادر اجازه داده نتانه که بچیم بیا که یک دفعه بوسه کنم تا دلش آب بابب میشه که اولادم آمده بوسه شفقت کنم، لیکن اینجا شوهر اجازه نمیده، بیگانه است، نمیگذارشه. توی دردار یاد داری یا نداری؟ در ذهنت میاد یا نمیاد که یتیم بیچاره پیش مادر خود میره اما مادر نمیتونه حتی یک بوسه کنه؟ دیگه چی میگی؟ های کاش که قرآن مسلمان میخوند سرش عمل میکرد، میفهمید، احساس و شعور در قلبش پیدا میشد که اولاد کیست، زن شوهری چیست، چه قسم زندگی شد. قرآن همینطور میگه طلاق واقع میشه، اولاد در نظر گرفته میشم، اولاد متضرر نشود. مادرها باید شیر بده. این شامل زنی که طلاق داده شده یا طلاق نداده شده کلگی را شامل میشه. زنا یکی از حقوق اولاد بالای مادرایشان نمیسته که به اولاد خود شیر بده. در صورتی که عذر نداشته باشه یا مسئول هستن که شیر خود باید برای اولاد خود بده. مادر تنها اولاد خود شیر نمیده. مادر توسط بغل کردن اولاد خود بسیار درسای عظیم دیگر را برای ازو تعلیم میده. برای ازو عطوفت و رحمت و شفقت یاد میده، برای ازو غیرت یاد میده، برای ازو اخلاق یاد میده، برای ازو خوی خاصیت یاد میده. خوشا به حال او زنی که واقعا قرآن خوانده، درک میکنه که من در مورد اولاد خود چی مسئولیت دارم و چه قسم برخورد بکنم، با اولاد چه قسم روش داشته باشم، اولاد چه قسم تعلیم بکنم. از روز اول بچه خود السلام علیکم یاد بدم، یعنی که بگم که مامای تا دو بزن، کاکای تا دو بزن، تو برش بگو نعوذ بالله. کدامش؟ امروز جامعه ما چی؟ به اولاد خود چی تعلیم میده؟ چی تربیه میده؟ و بیچاره زن نه قرآن خونده نه حدیث، بیچاره چوپان کلان شده، چوپان ازدواج کرده، خیلی و خلاص، هیچ چیز هم درک نمیتونه. نه شفقت اولاد میفهمه که اولاد چی شفقت بکار است و نه حقش میدانه. قرآن برات میگه نه، اولاد در بغل مادر تربیه میشه، شیر باید بده. والوالدات مادرها یرضعن شیر میده اولادهن به اولاد خود حولین 2 سال کاملین مکمل، یعنی مدت شیر دادن 2 سال مکمل است. از 2 سال بعد شیر دادن نمیشه. لمن اراده به کسی که اراده داره یتم الرضاعه که او پوره کنه شیر دادن. کسی که اراده پوره شیر دادن نداره 2 سال شیر بده، بعد از او شیر دادن نمیشه، بند میشه. بله از 2 سال کم اگر مصلحت دایی باشه که از 2 سال کم جدا کنی بالکل جدا میتونی، او حکم عالی میگه. و علی المولود له برای کسی که اولاد برای ازوست، نمیگه و علی الاب بالای پدر. چی میگه؟
و علی الذی ولد له، بالای کسی که برش اولاد آورده شده. اشاره به این میکنه که پدر محنتی که در نان و نفقه سریعی مادر و اولاد میکشی، به خاطر میکشی که جگرگوشی خودت است، سبا دستیاری خودت است، سبا بازوی خودت است. تکلیف همونطور مفت نمیکشی. اولادت سبا هر عمل نیکی که میکنه تو شریک استی در اون عمل نیک. دعا بری تو میکنه، اولادی توسته، تو باید نان و نفقه را بسیار به قاشی واز بدی. اینطور نگوی. قرآن کریم چه نکته های جالبه میگه. زن در هر وقت در نفقه ضرورت داره، خدا وقتی شیر دادن اولاد نفقه خوب ضرورت داره، غذای خوب ضرورت داره. چرا؟ اولاد مادر شیر داشته باشه که اولاد خدا شیر بده، نه گوشت برش میخری، نه میوه برش میاری. هنوز الان تو کوبی دیگم در نان خشک بسته کدیشه، اولاد چی تربیه از او حاصل کنه، چی شیر از او بیابه؟ قرآن کریم به می خاطر میگه و علی المولود له، بالای او کسی که اولاد برش هست، یعنی آینده ی اولاد بر از او تعلق داره، تکیه میکنه. رزقهن، خوراک امی زناست، و کسوتهن، کالای زناست، بالمعروفه، با مو طریقی که خیلی پسندیده در شریعت است. توانایی داری، قدرت داری، کالای درست برش بکن، میوه ها بیار، گوشت بیار که شیر مادر زیاد باشه، بچت گریان نکنه، مبتلا به سوی تغذی نشوه. امروز شوهرای ما داریم پیسر همیتور محکم بسته کرده، سر اولاد خود مصرف نمیکنه، بازیا میخیزه سال بعد بزغاله را حلال میکنه، اولادش در 1 سال گوشتی گوه پیدا نکده، ای در آخری سال باز برای گوسفند و بزی خودک بکشه، سردمدارا را جمع میکنه. چی دارم؟ ختم دارم. این ختم قبول میشه؟ اولاد خود در سنگ بسته کرده بودی، چشم درد پشتی چی بودن؟ گوشت. در 1 سال گوشت برش ندادی. در دیهات قصابی نیست بیادرها، در هر جای قصابی نمیشه، بیچارا میشینه در آخری سال در زمستان یک قاقی میکشن، خیر و خلاص، و گوشتم خشک میکنه. چیزشه اگر زنی خوب باشه خوب کالا میکنه، نه باشه کرم میزنه، برو خروش سرش میشینه، کلش مرض، دیگه چیز ندارن بیچارا، خیر و خلاص. میوه کجاست؟ از همون خاطر که بری دیگه اولادا مبتلا به سوی تغذی، مادرها همیشه توبرکلوز گرفته شه، در بدر و خاک بسر است. تو اولاد خوب نگاه بکن، تغذیه بکن، نان و نفقه و میوهش خوب بیار، بازو مریض میشه. مریض چرا میشه؟ من میگم که مردم حتی نمیفهمه طریق صدقه خدا. او مرده که صدقه سری لقمه که در دهن زنت میگذاری صدقه است، برای تو اجر است. تو اونجا یارا در سنگ سیاه بسته کرده، باز اونجا سردمدارا را میمان کو، امی اهل و عیالت خواب در تکلیف کو، 1 روز میمانی بده، خیرت است من ختم دارم. این در کدام دین است؟ پیغمبر همی ختم کده، صحابی کده، تابعی کده، تابعی کده، بکش 1 سند دو ملا صاحب که توی میری خورده رایستی همی طور ختمه. به این طور آدمی غریب توصیه کو که بیادرکم ای بزغالی تا بکش به اولاد خودت، اینمی ختم است، بهترین ثواب است، الله برات اجر میده. این پیسه که در برون میدی ایره در اولادت خوب لباس بگی، این پیسه که در روغن میدی خوب از بازار میوه خوب برای اولادت بیار، پای پوش خود خوب برای اولادت بیار. زن هر روز از دستی میگه چرا 3 چارکه را 1 ماه نکدی، در 20 روز خلاص کردی، دب بودو بیش میبرای، لط میکنه سری روغن. این آدم با صدقه میکنه، این صدقه است؟ این میفهمد طریق زندگی اسلامی را؟ قطعا به الله قسم اینطوری صدقات به نزد الله قبول نیست. حق تلفی کرده. دین پیش است یا صدقه پیش است؟ این دین است. اولاد سری تو رزق داره. قرآن میگه و علی المولود له رزقهن، خوراکشان است، و کسوتهن، لباسشان است، بالمعروف، به طریقی که پسندیده و معلوم است. ولی مردم ما چی میکنه؟ عالم می گپ میزنه، یقین به الله بکنه اگر بزنه میگه بان که 1 روز شکمی ما چرب میشه، حاجی صاحب در پالویش روان است، معزن است. صبحکی از مولی صاحب پرسان میکنه امروز ختم نیست، خیرت است، من زودتر کار دارم، یعنی اگر ختم است که برم شکم خدا چرب کنم. شرمت نمیاد؟ خجالت نمیکشی که حق فقرا و مساکین شما خورده رایسته، از یتیما را شما خورده رایسته؟ ختم گفته، ختم برای کی میکنی؟ قرآن تو بخوان ثوابش از ما میشه، نماز تو بخوان ثوابش از ما میشه. او تو که قرآن برای پیازه بخونی ثواب داره؟
این ثواب نداره، برای من چی نمیبخشی؟ خب نیستم بیچاره، نمیفهمه مردم. جمع کو در شکم مردم پرتو، در شکم کدام مردم؟ لا تکلف نفس الا وسعها. چه قسم نان و نفقه بده؟ الله تبارک و تعالی معیار در اینجا مقرر کرده توانمندی شوهر به کدام اندازه که وضع اقتصادیش است، توانمندی اقتصادیش است، به مو اندازه باید خرچ و مصرف هم داشته باشه. یک آدم در یک ماه 10 دفعه گوشت گرفته میتونه، 10 دفعه گوشت بگیره. یک آدم نمیتونه، پول اقتصادش ضعیف است، 2 مرتبه 3 مرتبه به مو اندازه. لا تکلف، مکلف کرده نشده نفس یک نفس الا وسعها، مگر به اندازه توانمندیش. زنا میتور چی نگیره، لی نگیره که بالکل هر روز برای ما گوشت باشه، هر روز برای ما میوه باشه. نه، حالات اقتصادی شوهری تا در نظر بگی و بعد از اون مطالبه نفقه تا بکو. و مرد مکلف است که نفقه را بده. قرآن چقدر قاعده عمومی میگه لا تضار والدتون بولدها، ضرر رساندن نمیشه والدتون به مادر بولدها، به سبب اولادش. ضرر رساندن به اولاد چیسته؟ 2 قسم است. این زن اگر طلاق داده اگر نداده، حالی خودش شیر داره، به اولاد خود شیر میده، لیکن تو بچه را از پیشش میگیری میبری، دایی دیگر را برش پیدا میکنی که ایره شیر بده. مادر کباب میشه پشت اولاد خود، او تو رفته اولاد در دایی دیگه داده که او شیر برش بده، ضرر رساندی به مادرش. این کار باید نکنی. یک مانع. دوم، مادر آنقدر ضعیف است بیچاره که خود بالا کردن نمیتونه، مریض است. اولاد اگر شیر بده خوبیخی بیچاره دیگه از زوف میکنه، تو بازم شلستی که بده شیر بده، بچه‌ت است، بچه تو هم است، بچه ما هم است. نه، دایی برش بگی این بیچاره ضعیف است، توانمندی نداره، قوت نداره که برای اولاد شیر بده. نه، بده دایی برش بگی که او برش شیر بده. این 2 قسم ضرر رساندن برای کی است؟ مادر به سبب ولدش. ولا مولود له بولدی، نبب کسی که اولاد برش است که پدر است، بولدی به سبب ولدش ضرر برای ازم رسانده نشوه. 2 قسم ضرر برای ازم رسانده میشه. کدام؟ خب شیر داره مادر، میگه من شیر نمیدم، برو دایی برش بگی که پیسیت مصرف شوه. ضرر بس شوهر میرسانی. حال یک بوله خرچ و مصرف به مردم بده. یکی یا است که ضرر بری چی شوهر به این رقم رسانده میشه که زاید نفقه را طلب داره. از توانمندی شوهر بالاست، میگه برای من هر روز بعد گوشتی مالا بخری. چرا؟ بچه تا شیر داده رایستم؟ نه، خب بچه تو هم است. شوهر دمو معیاری که داره امو قدر مطالبه بکن. و علی الوارث مثل ذلك، اگر شوهر وفات کرده باشه، امی زن امی طفل باشه، آلی نان نفقه سری کیسته؟ سری وارث. وارث کدام است؟ کسی که اول میراث میبره، اول حق میبره اونمو. بالای کسی که انتظام اولاد میکنه که وارث است. مثل ذلك، به مثل این طریقی سابق است. یعنی مادری که شیر میده برای امی بچه، امی دختر، اینمی وارثا میخیزن، نان نفقه لباس اینمی زنه تادیه میکنه میده. فاین ارادا فصالا عن تراض، اگر اراده داره زن و شوهر از جدا کردن طفل خود، عن تراض که بر رضامندی هر دو باشه، منهما از هر دو طرف رضامندی موجود باشه، و تشاور به مشوره منهما، و تشاور به مشوره از هر دو طرف، فلا جناح علیهما، نیست گناه و مؤاخذه بالای هر دویش. مصلحت تقاضا میکنه، 2 سال تکمیل نکرده اولاد جدا میکنه. چرا؟ به خاطر که اولاد دیگه ده شکم مادر پیدا شده، حالی او اولاد متضرر میشه. ایره که شیر میدی، هم شیر ناقص است، حالی برای ازی فایده هم نداره به ولد دیگه، و هم او جنینی که در شکم هست او غذایش چی میشه؟ کم میشه. از او خاطر حالی به مشوره هر دو میتونه اولاد خود کم از 2 سالم جدا بکنه. خب مشوره باشه، یعنی گناه سرشان نیسته، الله مؤاخذه نمیکنه اگر رضامندی و مشوره از هر دو جانب باشه. چی میگه قرآن؟ چی درس ها برای ما میده؟ اولاد چقدر رعایتش انسان باید بکنه، ام زن ام شوهر. حتی در جدا کردن اولاد زن مستقل نیست که از رأی خود، از فکر خود اولاد خود جدا بکنه. قطع شوهر خود مشوره بکنه که آیا اولاد جدا کنیم چطور است. حالی قابلیت از این داره خودش بخوره و خودش می نوشه که یک کمی تنومند شوه، شیری ما دیگه او قدر مفید برش نیسته، حالی جدا میتونه. موضوع جدا کردن اولاد هم به مشوره صورت میگیره. کارهای مهم دیگه خانه به مشوره باشه یا نباشه؟ و مردم که میگه که نه قطعی زن مشوره نکو، اگر کدی باز تو خلافش بکو، این گپ غلط است.
قطعا غلط است. حتی در مورد اولاد جدایی شیرش هم مشوره در کار است. چی جای از این که اسباب میخری، کسی را میمان میکنی، زندگی را پیش میکنی، دختر میدی، دختر میگیری، قطعی زن مکمل بعد مشوره ها باشه و مشورش قابل قدر است. چرا؟ یک انسان یک قسم فکر داره، دیگه انسان فکرهای دیگه داره. یک موضوع بری تو معلوم نمیشه، چرا؟ فکر تو خیلی ضعیف است. خصوصا در مسائل خانوادگی زنا خیلی چی داره؟ معلومات کافی داره. قطعی کی سیالداری را بر ما زنا نشان میده که در خانه فلانی برو فاتحه است، در خانه فلانی برو. ما هیچ نمیفهمیم، در بیرون مصروف هستیم، هیچ خبر و آگاهی نداریم. اوست که تو را شما باور بالله بکنه از مسائل پدر و مادر، از حقوقش ما خبر نمی باشیم. زنا بر ما میگه از مادری سوال نمیکنی مریض شده، هیچ پرسان نمیکنی، میری. برای من خودم میگه از والدی آگاهی نداری، فقط صبح میبرای شام می سوالم نمیکنی که والده مریض بودی جور بودی. یک پرسان بکن که دلش چی طور فکر میکنه که در قصه من نیست. این کلی مسائلی است که با مشوره صورت میگیره. وقتی در یک مسائل خانوادگی در جدا کردن طفل مشوره ضروری است، آیا در امور مهم دولت و حکومت مشوره ضروری نیست؟ از همون خاطر قرآن میگه مدح میکنه مسلمانان را و امرهم شورا بینهم. پیغمبری که صاحب وحی است، الله تبارک و تعالی او را ختم نمیکنه، در خطا نمیگذارشه. اگر ختم شوه بازم الله او را مامور میسازه و شاورهم فی الامر. قطعی صحابه مشوره بکنه امور کلش. امروز چرا مشوره نمیشه؟ کلان از همون خاطر است هر ارگان، هر کمیته، هر خانواده، هر زن و شوهر که در مسائل خود مشوره داره و ناکام نمیشه، الله در او خیر و برکت میندازه. اینجا من مشوره است. و این اردتم ان تسترضعوا، اگر شما اراده داره که شما طلب کنی زن شیردادنی را اولادکم برای اولادتان، فلا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما. کی؟ اذا سلمتم، وقتی که تسلیم میکنه ما امو چیزی را، امو اجرتی را آتایتم که شما میدی به مو زنا، بالمعروف، به طریق پسندیده و مشروع. اگر شما یک زنی که شیر بده به اولادتان دیگر را طلب میکنه، هم برای شما اجازه است. چرا؟ زن ضعیف است، نمیتونه که اولاد خود شیر بده، یا خیلی مصروف است، حالی یک دایی دیگر را پیدا میکنه که او برای شیر بده. بالکل است. در زمان جاهلیت پیغمبر علیه السلام همونه مادر رضاعش کیسته؟ حلیمه سعدیه رضی الله عنها. درسی